درود به همگی. اومدم پل کاپیلانو، یه پل معلق است بهش میگن ساسپنشن بریج. توی ونکوور هستش و یکی از جاذبه‌های اصلی شهره. الان تم هالووین دارن. بریم ما توشو بگردیم ببینیم چجوریه. خب اومدیم ورودی کاپیلانو. گفتم بهتون تم هالووین داره، خیلی بالا هستش. از اینجا شروع میشه و قسمت‌های مختلف داره. الان ورودیشو رد میشیم، یه سری چیز دیدنی داره، بعد خود پل رو رد میکنیم و اون ور پل هم جاذبه‌های دیگه داره. توی خود کاپیلانو محوطه‌اش پر از مارکت‌های مختلف هست، رستوران‌های مختلف دارن تا اینکه قبل اینکه برسی به خود پل اصلی. این هم نمای اصلی پل. پل کاپیلانو سال 1889 ساخته شده و یکی از جاذبه‌های اصلی ونکوور هستش. الان میخوام پل رو رد بکنم. این دوستان الان به چی نگاه میکنن، ولی یکی از جاذبه‌های اصلی اینجاست و خیلی بالا. توی شب یه نوع دیگه است، تو روز یه جور دیگه است. شبا چراغا رو روشن میکنن، یه تم ترسناک میگیره، ولی ما تو روز اومدیم که از آفتاب استفاده بکنیم. الان روی پل هستم، با هر کسی هر تکونی میخوره پل قشنگ داره میلرزه. میخوایم بریم اون ور پل ببینیم چیا داره. گفتم تم هالووینه، حالا پر از کد و تنبل و چیزای اسکلتی اینا پره، ولی اینم نمای روی پل. خب الان داریم میریم این ور پل رسیدیم. این سه تا دوستمون اونجا هستن، با اون دارن خوش آمد میگن و اینجا هم رستوران‌های مختلف داره. الان اومدن بالای این کلبه‌های کوچولو درست کردن. این راههایی که می‌بینین به هم وصل میشن و دور کل کاپیلانو میشه چرخید. بریم بگردیم ببینیم چجوریه. کلی جای دیدنی کوچولو درست کردن، بهتون نشون میدم. الان اومدیم یکی از اولین کلبه‌هایی که کلبه که نیست، همین شلتر یا حفاظتگاه. پلاش همش لرزونه، هر یه قدم برمی‌داری می‌لرزی. این درختایی که می‌بینی به اینا میگن داگلاس فر، که درختای معروف توی ونکوور هست که اکثر ونکوور رو این درخت‌ها پوشونده بوده. دیگه دوره صنعتی میشه، همه رو قطع می‌کنن، ولی برای این تیکه شهر همه نگه داشتن و برای همین که جای دیگه اینجاست که طبیعت اینجا رو دست نخورده است. یعنی حتی فقط میشه همچین درست کردن برای گردشگرا. کلاً هالووین به اسکلت بازی و این کتنبلاست دیگه. این درخت پشت سر منم، حالا خیلی درخت بلندی ببینید، اصلا ارتفاع اینا خیلی زیاده. از اینجا به پایینش رو کلا این تمو درست کردن. جالبه.
تمام این راه هم که بهتون گفتم همش به هم راه داره. حالا شبش اینجا یه قشنگی دیگه داره ولی باحاله. میخوام بهتون یه ارتفاع نشون بدم ببینید چقدر این درخت بلندن. کلا آسمون رو واقعا پوشوندن. نمای دیگه پله. این بنده خدا انقدر اینجا موندن قارچ زدن. اینجا یکم مارکت هایی که تو خود کاپیلانا هست. طلای واقعیه. توی فروشگاه خیلی بانمک دارن. پر از عروسک‌های بانمکه تو اینجا. خب من سفرم به پل کاپیلانا تموم شد. هنوز روی پل هستم، همش در حال لرزش. یه جای خیلی جذاب و قشنگیه توی دل طبیعت. اگه ونکوور اومدین حتما اینجا بیاین و اینکه ورودیش تقریبا نفری 60 تا 70 تا بستگی به های سیزن داره و اینکه تو چه سیزنی باشین، چه فصلی باشین. ولی یه جای خیلی خوبیه برای هر فصلی، برای هر ایونتی یه برنامه دارن. مثلا برای کریسمس یه جوره، برای هالووین یه جور دیگه است. تو تابستون یه مدل دیگه دارن. حالا خیلی جذابیه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا سفر دیگه بدرود.